پگاه فرخ، خوش آمدید به ادامه برنامه خیابان ایران. ما در بخش گفتگوی پایانی برنامه‌مون با یکی از سرمایه‌های بزرگ مملکتمون صحبت می‌کنیم، یکی از آدمایی که خیلی 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 باعث افتخار ماست. متأسفانه به دلایلی ما نمیتونیم چهره این بزرگوار رو نشون بدیم. جناب آقای دکتر ابراهیمی عزیز، دانشمند، محقق فضایی، استاد دانشگاه و جزء گروهی که ماهواره امید رو طراحی کردن. ماهواره امید رو حتما اسمش یادتون میاد. ماهواره‌ایه که ما برای اولین بار تونستیم به فضا بفرستیم. می‌کنیم. آقای دکتر ابراهیمی خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. بنده سلام می‌کنم از اینکه بینندگانتون از دیدن تمثال بی‌مثال بنده محروم شدن. خیلی متاسفم. ولی خب من خودم میتونم براتون چهره خودم رو توصیف کنم. چشای آبی، قد بلند، موها بلوند، هیکل ورزشکاری، نه مثل تو که هیکلت مثل نیم رخ چنگاله. برای اینکه که بتونین منو تصور کنید تلفیقی از آرنولد و براد پیت هستم. جدی میفهمید؟ بله، مگه شوخی داریم ما تو مرتی که بلغاز بیننده‌هامون نمیبینن تو که بربر داری اقصا نقاط ما رو زیارت و سیاحت میکنی ها؟ آقای دکتر شما که این مسیرتون مشخص شد، یعنی مثل ما دیپلم گرفتید، بعد لیسانس گرفتید، بعد فوق لیسانس، از کی میدونستید که دارید میرید وارد یه ورطه‌ای میشید که یه خورده متفاوته نسبت به بقیه شغل‌ها؟ من والا این ورطه‌ای که توش گیر کردم اون مسیری رو که شما میگید رو طی نکردم. ما یه بار رفتیم توی بسیج محلمون ثبت نام کردیم که بعد دیگه دیپلم و لیسانس و باقی مزایا خودش توش بود، خودش اومد. قبل از اون من خودم تو شرکت اپل کار میکردم، ولی چون سواد مواد نداشتم مسئولیت گاز زدن اون سیوه رو به من داده بودن. خب میدونید الان مردم که دارن نگاه میکنن یه خورده شاید اگه نفهمیده باشن که ما چیا در مورد شما توضیح دادیم متوجه نشده باشن یا نشنیده باشن، میگن که چرا اصلا این مهمونه رو نشون نمیدن. خب این یکی از محدودیتایی که شغل شما ایجاد میکنه دیگه. بعضی‌ها مثل شما هستن. این اذیت کننده نیست که شما همه جا نمیتونید به صورت عمومی گاهن حضور داشته باشید؟ بهتره بگیم گهگاه. خب چرا آقا این واقعا اذیت کننده است؟ این الان یکی از مشکلات منه. شما در نظر بگیر بچه من تا حالا چهره منو ندیده. اصلا این ترانه برگرد پشیمون میشی آخر رو برای من خوندن دیگه. ولی خب به خاطر نظام مقدس جمهوری اسلامی تا پایان همین مسیر پشت رو ما ادامه میدیم. خیلی هم مهمه. شما فکر میکنم که بالای 20 سال تحصیل کردید آقای دکتر. بعد آدم بعد از 20 سال تحصیل چطور انگیزه داره که یه کاری رو برای اولین بار بکنه برای مملکت؟ یعنی جزء گروهی باشه که برای اولین بار دارن یه کاری میکنن، کار کوچیکی هم نیست. من الان یه سری اطلاعات اینجا دارم. ماهواره ما بعد از شوروی، امریکا، فرانسه، ژاپن، چین، بریتانیا، هند و رژیم صهیونیستی ما کشور بعدی بودیم که تونستیم این کارو بکنیم. خب این خیلی باید بزرگ باشه دیگه. چه انگیزه‌ای باشه؟ تا حالا کسی با ته لیوان گذاشته تو صورتت؟ آخه مردی که جاسوس عامل بیگانه، همه کشورهای دنیا رو ردیف کردی بعد میگی ما کار بزرگی کردیم. دیگه اسم کشور بلد نبودی بذاری بغلش؟ بابا کارهایی که ما کردیم غول‌تشنه. ما الان وارد مهندسی معکوس شدیم. تو تمام دنیا هواپیمای بدون سرنشین درست میکنن، ما موفق به ساخت سرنشین بدون هواپیما شدیم. تو حالا گیر دادی به این ماهواره ما. آقا ما چه سالی پرتاب کردیم ماهواره امیدو؟ والا من سالش یادم نیست، فقط اینو میدونم که از اون سالی که ما این ماهواره رو پرتاب کردیم خودش تبدیل شده به یه رشته ورزشی به نام پرتاب ماهواره. به این صورت که ما با بچهای نیرو انتظامی میریم بالا پشت بوم، ماهواره‌های مردم رو از اون بالا پرت میکنیم پایین. بعضی موقع هم خود مردم. ببخشید من یه خورده الان یه خورده غیر جدی ام، خواهش می‌کنم. پرس تیویمونو جریان همین قطع کردن و در نظر نگرفتن، سیاسی در نظر گرفتن، قطعش کردن. خب حالا اینم یه دلیل دیگه است. بابا پرس تیوی تلویزیون یک دنیا بود. برنامه‌های تاپ، لوکس، جدید، زلال احکام داشتیم، نماز جمعه. با من نفر میشناسم طرف آمریکایی بچه تگزاس به خاطر اینکه کانال پرس تیوی رو ببینه تلویزیونشو فروخت رفت آنتن ماهواره خرید. چنین اسکولای دوست داشتنی هستیم ما. آقا نقدن ما میتونیم بگیم که ماهواره یه وسیله بیشتر فرهنگی و اجتماعیه، جزء وسایل جنگی که نیست. پس چرا ما وقتی ماهواره داریم آقای دکتر آمریکا ناراحته یا مثلا دشمن هم ابراز نگرانی میکنن؟ روشنه. ببینید شما به خاطر اینکه ما افکار عمومی دنیا رو تسخیر کردیم. طرف سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی رو ول نمیکنه بره بشینه کانال MTV شو نگاه کنه که ما فیلم ساختیم معراجی ها، اون برای فیلم گرگ وال استریت. اصلا اخباری که ما میدیم ملت تشنن. دکون CNN و رویتر همه اینا تخته شده. شما راهیان نور رو در نظر بگیر،
100 تا کمپانی پیکسار و والت دیزنی و برادران وارنر یه فریم اینو نمیتونن درست کنن آقا جون. از این به بعد چی آقای دکتر؟ از این به بعد هم همینه. نظام ما ته کشیده، ما داریم دیگه با تهدیگش حال میکنیم. از این بدتر هم میشه که بهتر نمیشه. ببینید ما به لحاظ راهبردی شرایطمون جوریه که در حال سگ‌دو زدنیم. اگه تو مسابقات المپیک رشته سگ‌دو رو وارد کنن ما حرفای زیادی برای گفتن داریم تو این زمینه. خواهش میکنم. ترانه سریال در چشم باد یکی از کارهای خیلی ماندگار تلویزیون ایران رو با هم دیگه ببینید. من با آقای دکتر صحبت‌های دیگه‌ای هم خواهم داشت.